خوشحال خندانم به خاطر اینکه بچگی من اینجا بود. پدر مادر من مستاجر بودن. من یه دهه 60 و از این خیابون کلی خاطره دارم، چون از سن 7 سالگی و 8 سالگی، 2 سال، بعد 4 سالگی، 5 سالگی و 6 سالگی، 3 سال یه دوره، 2 سال مجدد یه دوره دیگه، چون خونم اونجاش تغییر میکرد. و بالترین خاطرات من تا همون سن 5 سالگی و 6 سالگی اینجا است که دیگه بهتر همه چیزو میفهمیدم. یه بچه توپولی بودم که خودمو هر جایی تو هر ماجرایی فرو میکردم و با دخترای محله میرفتم گردش تفریح. سال چیو دارم میگم؟ منو متولد 63، حالا که 5 سالمه، سال 68 69. تو این 68 و 69 خب بعد انقلاب بود و دختر پسرها قرار میذاشتن رستوران میرفتن، اونطور راحت نبودن که یه خورده بگیر و ببند بود، مخفی کاری بود. توی این مخفی کاری ها منم شرکت داشتم. این دختر همسایه ها منو با خودشون میبردن که طبیعی جلوه بدن. منم میرفتم میومدم و نیمی از ماجرا رو کف دست خانواده‌شون میذاشتم. چرا حالا نیمی از ماجرا؟ نصفشو تعریف میکردم که باجخواهی کنم. اصل ماجرا رو میفهمیدم که نباید بگم. یه چیزایی رو میگفتم که بعد دفعه بعد بابت اونا باجخواهی بکنم، اون خوراکیایی که دلم میخواد برام بگیرن تا من اصلا هیچی از ماجرا نگم. در کل اینجا کلی خاطره جالب دارم. یکی از خاطرات من که نمیشه گفت خاطره خوبه، خاطره من بچه بودم، برای من بچه یه خاطره بود. بعدن که بزرگتر شدم عمق فاجعه رو فهمیدم، متوجه شدم اصلا اون شب برای خیلی ها بدترین شب زندگیشون بود. همون شبی که رودبار و منجیل زلزله اومده بود، بدترین زلزله، یکی از بدترین زلزله هایی که ایران تجربه کرد. دقیقاً اون شب هر بار که یادم میاد 2 صحنه ازش یادم میاد. یکی همین خیابون، همین جایی که من واسطادم و یادم میاد که چند تا خانوما با لباس خواب و اینا اینجا این مغازه ها رو که میبینید خیلی از این واحدهای بالاش اون موقع مسکونی بود. حالا یه خط در میونه، بعضیش مسکونیه بعضیش تجاریه. اون سال 68 که دارم در موردش صحبت میکنم بیشتر مسکونی بودن و زلزله که اومده بود مردم همونطوری اومده بودن بیرون دیگه. آقا چه صحنه هایی اینجا، اصلا فیلم صحنه دار شده بود. دقیقاً اون لحظه ای که زلزله هم اومده بود و همه رو تکون میداد، من کجا بودم؟ توی اتوبوس. پدرم و داییم قرار بود برن تهران و منم با خودشون میخواستن ببرن. ما شهرداری توی اتوبوس بودیم. ساعت 12 شب بود، الان ساعت دقیق نمیدونم، ساعت 12 شب ما توی اتوبوس شهرداری رشت، اتوبوس تکون خورد. آقا اینا متوجه شدن که زلزله است و پدرم سریعتر جلوتر از ما دوان رفتن تو خونه که خونه اون نزدیک رودخانه، همینجا خیابون تختی یه مدرسه دخترانه بود. بغل اون مدرسه دخترانه فکر کنم دبیرستان یا راهنمایی، دقیقا نمیدونم، دبستان نبود. من هنوز به سن مدرسه رفتن نبودم، کوچیک بودم. بعد به خاطر همین بین این دخترها همش وول میخوردم. اینا یادمه سرایدار مدرسه با مثلا اون موقع کلن همسایه ها با هم مثل خواهر برادر فامیل بودن. ما هم جز این خواهر برادر فامیل با همه همسایه ها خوب بودیم. اون سرایدار مدرسه هم جز همونهایی بود که باش خوب بودیم و منم میرفتم اونجا بچه توپولی قطعی این دخترها ازشون خوراکی بگیر، والیبال میکردن، فوتبال میکردن. خلاصه منم یه تکونی به این توپ میدادم و قطعی اینا بودم. تناب بازی و اینا چه شعور و شوقی داشتن اون موقع مدرسه ها. بچه ها کلن با بچه ها الان خیلی تفاوت داشتن. میگفتم
پدرم با سرعت دارید رفت سمت خونمون. من با داییم آرومتر آهسته تر، یعنی دایی شده بود لله من نگهداری کنه بیاره، که اومدیم اینجا رسیدیم همین منطقه، همین خیابون. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم همینجا تبدیل شد به فیلم صحنه دار. این یادم نمیره. بعد اون دیگه چه شبایی که ما تو حیاط همون مدرسه میخوابیدیم، پشه‌بند میزدیم، خونه نمیرفتیم. که یادمش یک شب بعد یا 2 شب بعدش، نمیدونم شایدم 1 هفته بعدش بود، مجددا این زلزله تکرار شده بود. اون سری که یادمه عکس امام خمینی تو بالای تلویزیونمون بود. بعد زلزله به محض اینکه میخواست شروع بشه، این تابلو بزرگ بود، این تابلو شروع کرده بود به تکون خوردن که من متوجه شدم بودم مامان تابلو تکون میخوره. مادرم هم فهمید گفت زلزله. باز ما دویدیم رفتیم بیرون، چون پس لرزه و اینا داشت. مردم همه بیرون میخوابیدن، اخته می آوردن. تابستون بود، اخته می آوردن، خوراکی می آوردن. آقا اصلا بساطی بود اینجا. یادش بخیر و خدا رحمت کنه اون عزیزانی که دیگه بین ما نیستن و یا اون هایی که باهاشون خاطره داریم و دیگه ندیدیمشون. ای کاش بشه از طریق این ویدیو بازم منو ببینن و بازم با هم ارتباط بگیریم. حالا اون دیگه یادشون نمیاد، خیلی گذشته، 35 سال اینا گذشته، اصلا دیگه من یادشون نیست. شاید این خاطره رو بشنون یادشون بیاد. بر صورت ما الان تو خیابون تختی، که خیابون تختی و مغازاش میشه گفت لوکس حساب میاد اینجا تو رشت. یکی از اون خیابوناییه که شما هر کالایی بخواید میتونید تهیه کنید، یعنی هر چی که بخواید میتونید، از طلا و جواهر گرفته تا لوازم خونگی و ابزار و برق و همه چی، لوازم آرایشی. الان من دارم دور خودم چشم میچرخونم همه چی میبینم. جالبش اینه که با اینکه جنساش مرغوب خوبه، مثلا لوکس و اینا هست، قیمتاش هم مناسبه. اونطوری نیست که به خاطر مثلا تقریبا بالای شهر بودنش قیمتا کذایی باشه، نه اینطوری نیست، قیمتاش مناسبه. من دور میچرخم میگردم مینا و تاهای چرخیتی به دست پیدا کنم. مینا همینجا چرخیتی خرید و حالا میخواد ببره چرخ خیاطیشو بده تعمیر. همیشه مینا به خاطر لباس، مخصوصا لباس مجلسی، مشکل داره. بیرون میره بخره، اون چیزی که دلش میخواد گیرش نمیاد. و باید بدونید که مینا جان خیاط حرفه‌ایه، فوق حرفه‌ای، در اون حدی حرفه‌ایه که ما قبلا قرار بود بعد اینکه ما ازدواج کرده بودیم قرار بود ما مزون لباس عروس و اینطور چیزا بزنیم، یعنی اون اندازه حرفه‌ایه. حالا دیگه کار نمیکنه چون کمرش اجازه نمیده. اون سالایی که کار کرد، اون سالایی که من در حال تحصیل اینا بودم و با هم کمک خرج بود، مجبور بود که کلی خیاطی اینا بکنه و دیگه کمرش بینش شد. الان فقط برای خودش خیاطی میکنه، چون با این چرخ خیاطی پیر، چرخ خیاطیش هم دیگه پیر شده. آره در کجا بود جلوتر سر این سراییه. ما چرخ خیاطی رو تحویل بدیم، بعد میخوایم بریم ببینیم میتونیم از اون بلیط‌های نیم بها گیر بیاریم و بعد یه جایی هم یه غذای چیزی هم گیر بیاریم. مسئله اینه که اینجا غذاخوری و غذا برای خوردن فراوونه. منتها من میگردم یه جایی که هم بشه من فیلم بگیرم، هم کادرش و غذاش و اینا ارزششو داشته باشه که بهتون پیشنهاد بکنم. ممکنه حتی ما امشب اینجا غذا نخوریم و بریم سر رامون یه جای دیگه غذا بخوریم. کنم یک نقشه هایی داره موزی، حرکت موزیانه داریم، با حرکت موزیانه اینا میگردن اینجا. طلا میخوام بخرید. طلا بدلیات بخرید، بدلیات خوبه. من پیش طلا فروشی واسطادم، منو ندیدی؟ اینجا دیدی؟ همون دیگه ندیدم، قبول نبود.
چی بلبل قناری داره آواز میخونه. سابق ایام یک پاساژ پله برقی داشتیم اینجا. داریم هنوز دیگه نداریم. نمیدونم بریم اون برام یک سری بزنیم. کلا لباسایی که دارن انگار همشون از یه جایی اومده، همه یه شکله، تفاوتی با هم نداره. به اینجا میگیم خیابون شیک. از کفش و چکمه و کاپشن و لباس و همه چیز، هم دست فروشی دارن هم مغازه ها و پاساژ. از اسمش معلومه دیگه، خیابون شیک. بینشون که بگردید، داخلشون بگردید، البته نه اینایی که اینجا هن، تو اون مغازه ها. تو کارت داری؟ کارتم چقدر از 200 تومن بود؟ بریم دوباره. دروغ نگو. خدا اصلا اگر توی ماشین باشه، اصلا تو شلوار کارم اگر نباشه. کنجه دو اصل و گردو. ممکنه شما بیایید گیلان، رشت، اینورا بیایید مسافرت، بس مسیرتون میخوره سومسرا، برای شام خوردن میریم همون جایی که الان داریم میریم. 3 تا روم بی زحمت برام بذارید. رون بزرگ، 2 تاش رون بزرگ بذارید. خب همینو بذار. آره بذار. بعد از اون توپکا بذار، 2 تا بذار. و یه بشقابم چیپس و در واقع سیب زمینی و قارچ باشه. رفته دیگه ویدیو از تا تصویر برداری کردیم تا خوشحال خندان. البته از این غذای فسفودی خب بگید همه جا هست، توی منطقه ما هم هست، رشت هست، سومسرا هست و الان شما بودید همراه ما که ما از رشت اومدیم اینجا. قبلا یه چند بار اومدیم خوردیم، بهش خوب بود، ارزششو داشت که از رشت بیایید تا اینجا. اگه اومدید گیلان، اومدید سمت رشت سومسرا، میایید سومسرا سر همین میدون یه رستوران یوشیتا هست. یوشیتا توی رشت هم چیز داره، شعبه داره، ولی خب جرئت نکردیم تا حالا، امتحان نکردیم. میگه من خیلی سنت گرایانه با این چیزا برخورد میکنم. شاید یه بار رفتیم یوشیتای رشتم امتحان کردیم، حالا حاصل یوشیتای سومسرا رو من تایید میکنم.
مثل اون عکسی که جلو هست غذاشون هم در همون حد تازه خوب و خوشمزه است. عالیه.